مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 7 ماه سال 2023 در دو صدمه در استرافشان و حصار دو دختر هر دو 19 ساله اسپتامین و دنغره به هلاکت رسیدند. از جمله روز 7 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 16:30 راننده اتومبیل تمغه BMW یونس یعقوب جان سال تولدش 1997 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت با شوراوی دوشنبه خوجند چناق در حدود شهر استرافشان به خطری حرکت را تامین کردن نتوانسته به اتومبیل تمغه اوپل زفیره تحت اداره راننده ارتقوف حمید جان سال تولدش 1991 ساکن نوع اسپتامین برخورده است. در نتیجه مسافر اتومبیل تمغه اوپل زفیره بابای و مخلصه سال تولدش 2004 ساکن نوع اسپتامین جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین 7 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 12:20 راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا رجبوف نرزولو سال تولدش 1973 ساکن نوع رودکی هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسونزاده در نزدیکی جماعت دیوت سامان شهر حصار از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد رحمتشاه و عابده سال تولدش 2004 ساکن نوع دنغره را پخش نموده است. در نتیجه این دختر جوان جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیقات حادثه‌های مذکور ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. تنها در 2 هفته گذشته بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان بیش از 20 نفر جان باختند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.